به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران آن قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده با خواهش یک برادر اهل اسلام یک حکایه دیگری درباره یک مادر مهربان برای شما امروز نقل می‌نمایم. و این را یک برادر با نام حکمت الله با وسیله سامانه وایبر با ما دسترس کردند و بنده وقتی که این قصه را تا آخر خواندم بسیار تأثیر کرد و خواستم به سمع شمایتان را برسانم. و البته اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت می‌خواهم. یک زمانی مادری نابینایی بود. از او یک پسر به دنیا آمد. دایه‌ها با او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده‌ات بیمار است. پس از شنیدن این خبر بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگاه‌های بین می‌کرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی‌اش را نسبت پسرش با چشم دل افشا می‌کرد. خداوند ملائکه را به سوی مادر فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول می‌کند. می‌خواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: مادر، پشیمان نمی‌شوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمی‌شوم. فرزندم صحت شود. ملائکه دست به دعا برداشت. فرزندی او صحت گردید و مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی می‌کرد. روز به روز فرزند با مهربانی‌های مادر بزرگ شدن می‌گرفت و مادر از این خوشحال‌تر می‌گردید. زمانی فرزند بر کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و محبت عایله‌دار کرد. سال ماها گذشت و فرزند پیش پای مادر با زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماهی است سخنی در دلم دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می‌دهد. مادر گفت: تو جگربندیم، یگانه من هستی، بگو اسرار دلت را، من همه درخواست را میپذیرم. فرزند گفت: مادر، همسری من با تو زندگی کردن نمیخواهد و میخواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دور از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسر من طبعش خیره میشود. مادر از این سخنهای فرزندی که با چقدر رنجی نابینایی به وی رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزند گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز. من خودم از خانه برآمده میروم. تو با همسرت خوشبخت باشی، برای من کفایت است. مادر از در خانه‌اش که بجز از این فرزند زن دوستدار کسی نداشت برآمده، با چشم دل به سوی خانه‌اش نگریست، زار زار میگریست، زیرا از خانه او در بیرون از کنار فرزند یگانه دور میشد. آن ملائکه‌ای که از او ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را میپذیرد. انیق میگویی که این دفعه مرا بینا کند، چون اکنون بعد این کار فرزند تو همسرش پشیمان شده ای. مادر گفت: من هیچگاه پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. این بار هم مرا شفا ندهد پروردگار. ملائکه گفت: از خداوند چه درخواست داری مادر؟ مادر گفت: میخواهم پروردگار همسری پسری مرا انسان خوب، همسری صالحه گرداند. امروز از سببی که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازشی مادرانه کنم، همسرش را همسری با وفا گرداند، تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگربندی مرا پرستاری خوب کند. ملائکه در رحم و شفقت مادر در آن لحظات حساس در چشمش آب فواره زد و به چشم مادر چکید و مادر بینا گردید. ملائکه با چشم بینا گشته مادر نگریست و گفت: این رحم و شفقت را تا این حد ندیده بودم. این از بزرگی مادر در چنین لحظه ناگوار که از جانب فرزند رانده شد برای فرزند همسری او دعای بد نکرد، برعکس تا حال اونها را دوست دارد، در حق اونها دعای خیر میکند. پس ما باید لحظه به لحظه به قدر این آلهه دلسوز و بیکنه برسیم. شاعر در بابت مادر یک چند مصرع‌هایی میگوید: در حق ما تا دعای مادر نشود، در زندگی راه ما منور نشود. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم،
برای یک شب رنج او برابر نشود. عزیزان من، برادران و خواهران اهل اسلام، به حرمت خداوند، البته ما جوانان در زندگی بسیار نافهمی ها و خطاگی های بسیار می کنیم، لیکن الله تبارک و تعالی وقتی که ما از اون مادر، از اون پدر، از اون بهشتی خاندان اگر بخشش پرسیم، هم پدر و مادر از ما شاد میگرد و هم الله تبارک و تعالی از ما رضا. لیکن به وسواس شیطان افتاده و بر حسن دو روزه زنهای مکار و هیلگر افتاده، مادران خود را رنج ندهین، زیرا شاعری دیگری میگه یک شب رنجی که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. اون عذابی که مادر 9 ماه تو را برداشته میکشد، اون عذابی که مادر وقتی تو رو شور خار بودی و خواب نمی رفتی، شبها خواب نرفته تو را خواب میکنند، اینها را به خود یک درس بگیر و به قدر مادری علی قدر خود، به قدر پدری مهربان خود برسو، دست دعای خیر اونها را بگیر، زیرا رضاگی الله تبارک و تعالی با رضاگی پدر و مادر است. وقتی پدر و مادر است و با سبب انی خود دلیل اگر رضا نباشند، وای بر حال فرزند. به حرمت خداوند ای خواهر، ای برادر، ای انسانی که میخوای با همسر خود شاد زندگی کنی، از بهر این از مادر خود جدا گشته ای، استغفر الله گوی و دست دعای خیر مادر و مادر را بگیر و از اون پدر و مادر مهربان خود بخشش پرس. برای خرسندی همسری خود پدر و مادر را از خانه مران، پدر و مادر را آزار نده، پدر و مادر را در کنج حولی خود جای مکن. برعکس در اون خانه که تو نشستی، در پیشگاه اون، در بالای اون جانها را بلند گذار، زیرا در چندین سبقه گفته بودیم، باز هم میگوییم خداوند مقرر گردانی تا بغیر از الله هیچ کس را سجده مکن و عزت و احترام پدر و مادر را در جایش گذار. و یکی از آنها یا هر دو در حالتی پیری بیمار شوند، به آنها اوف مگوی، برعکس به آنها مهربانی کن و سخن نیک بزن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و در خیر برادران و خواهران اهل اسلام من، البته شاید به همه شمایان این مشاهده گردیده باشد که امروز در این سبت کمی آواز ما انقدر خوب نیست. بنده امروز با بیماری شمالخوری گرفتار شدم. انشاءالله که پروردگار با شفای خودش میدهد. و وقتی این قصه را خواندم به بنده بسیار تأثیر کرد و خواستم نوابسته از اون بیماری خود این قصه تأثیر بخش را برای شما پیشکش گردانیم. و در آخر البته برای اون برادران و اون شخصانی که حکایه های خوب پندآمیز دارند، در آخر نوار رقم های سامانه وایبر را برای شمایان میگذاریم تا اینکه اگر قصه های خوبی تربیت داشته باشن میتونن رایی کنن. لیکن برادران و خواهران اهل اسلام، برای ما قصه های عشقی، یعنی که قصه های عشق را از ما طلب نکنیم، با ما قصه های عشقی رایی نکنیم، چون ما برای این هیچ وقتی زیادتی نداریم. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را برای راست هدایت کنه و خدمت پدر و مادر کردن را نصیب روزه گرداند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.